فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خانومی از تهران، خانم سارانی، نوشتن که تمام خواهر و برادراشون با ایشون قهر هستن به خاطر اینکه دختر پسرداییشون رو گرفتن. آیا حق دارن با من قهر کنن یا نه؟ از نظر شرعی در چنین مواردی که اختلافات خانوادگی هست، اختلافاتی بر سر مال و بقیه موارد هست، به هیچ عنوان اینها نباید سبب باشه برای قهر کردن و برای ترک صله رحم. صله رحم یک واجب شرعی هست و یک حکم قطعی و مسلم هست از جانب الله متعال و این سبب ازدیاد در رزق می شود و سبب آسایش و خوشبختی در زندگی می شود و به هیچ عنوان شما مجاز نیستید که با خویشاوندان خودتون قطع رابطه بکنید مگر در صورتی که یکی از خویشاوندان مرتکب یک گناهی شده، مرتکب معصیتی هست و هر چند که شما ایشون رو دعوت می دهید و امر به معروف و نهی از منکر می کنید ایشان قبول نمی کنند. اگر واقعا قهر کردن و قطع رابطه با ایشون مؤثر هست، می تواند ایشون را از این گناهی که انجام می دهد در واقع متوجه بکند و بازگرداند، در این صورت شما مجاز هستید، می توانید که قطع رابطه بکنید به هدف دعوت. اما بنابر اهداف دیگری که اون گونه که ایشون اشاره کردن به هیچ عنوان جایز نیست که در واقع قطع رحم انجام بگیرد و از خویشاوندان انسان خودش رو ببرد و منتها ایشون از نظر شرعی حکمش این است که ولو این که خواهر و برادرانش، خویشاوندانش خودشون از ایشون بریدند و صله رحم نمی کنند، اما این دلیلی نمی شود که ایشون هم صله رحم نکنند. ایشون اون حقی رو که در واقع بر گردنشون هست اینو باید انجام بدن. در روایتی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که واصل اون کسی که در واقع لیس الواصل بالمکافئ، اون کسی که صله رحم میکند کسی نیست که در مقابل این که دیگران منزل شما میان، دیگران به شما صله رحم میکنند، شما هم در واقع متقابلا صله رحم میکنید. این صله رحم نیست. اما صله رحم واقعی این است که دیگران خودشون از شما ببرند، خودشون از شما جدا بکنند، با شما رفت و آمدی نداشته باشند، احوال شما رو جویا نشونند و اما شما متقابلا برعکس عمل میکنید و جویای احوال اونها میشوید، زنگ میزنید، میروید به ملاقاتشون. این درجه بالاتری هست و این در واقع همون صله رحم واقعی هست. اما این که چون که برادرم، خواهرم به منزل من اومدن، من شرمم میشود که در واقع نروم منزل اونها، بدین خاطر من میرم، این صله رحم واقعی نیست. حتی کسانی که به منزل ما نمیآیند، با ما ارتباطی ندارند، از خویشاوندانی که خودشون از ما بریدند، ما وظیفه داریم که باید خودمون رو به اونها وصل بکنیم و صله رحم رو انجام